وزتان شونه بچه امروز اومدم با صندلی مادر بزرگ. شناس میتو بیا ایسه نگاه که برادرم. السلام علیکم. درود خدا. وزت چونه. آها بچه ها وزتون چونه کسانی که نفهمیدن و توجیکی میشه و حالتون چخیلای شون میمونن اینا بشین دورش مردم اوریایی. بله شما استراحت رو بشین. قلب مایی زنده و سربلند باش برادرم. علی گجو اومدیم طوری که دیگه اینجایی که اینجوری صخره‌ایه میشه یه نفر میره. یا بسم الله. میشه یه نفر میره. گیر بگیر بچه ها ببینید که گیر بگیر که افتاب ششتستم راستی گرم افتاب ششتستم من سنکو من گرفتم رفتستم کجا میرفته باشه. یا بسم الله الرحمن الرحیم. هم مردک شناس میتو بیا ایسه نگاه که برادرم. السلام علیکم. درود خدا. وزت چونه. آها بچه ها وزتون چونه کسانی که نفهمیدن و توجیکی میشه و حالتون چخیلای. حالتون چه خیره. حالتون چخیل. انا که بسم الله الرحمن الرحیم. برادرمون بفرما. یا بسم الله. یا بسم الله. این یک جای ما رو آورد که طوری که استاپ هیچ آدمای خیلی همه خلاصه گفت اینجا یک جای اومدیم که گردشگری باشه. گردشگری که یا خونه خودت ای زنده باشین برادر ما خونه خود شما برای کارهای تفریح خاطر. خیلی خوش اومدید برادران. خوش اومدید. خوش باشید زنده و سربلند باشید. دوستای عزیز ما در خونه میلادیم. میلاد برادری علی جونای دوستای اینترنتی. خیلی موقعی هم دوست اینترنتی مقصد صحبت کردیم. اومدیم خونه میلاد دایموزی. خونه میلاد اومدیم. میلاد در نفرانی که ندیدن اینا پیج اینستاگرامش میگه حالتون چونه حالتون چیه وزتان شونه بچه امروز اومدم برادرم میلاد با صندلی در خونه همین خیلی گفت که فردا من یک جا شما رو میبرم جایی میبرم که در عمری سر دیدگی نیستی. مقصد گفت که من چندین بار استوری شما رو دیدم جایی که شما رفتین مقصد یک بار نیم بار دیده بدهید میدونم که هم میگردی سوسو مقصد پگه ما رو که میبرن هم جایی که اونم تاریکا میبرن تاریکا حالتون چخیلایه همون تاریکا نوار میگیریم پیشکش میگیریم. خیلی نسید تو پگه ما مخصوصی برنامه رو برای خیلی کردیم که امروزه دوستای ما بفهمن که ما در کجاییم و چی کارو با بندیم. خداوند نگهبانتون. امروزش در که ما در همین خونه میلاد برادرمان استراحت میکنیم. فردا با سفر میکنیم. خدا نگهبانتون. مردم آریایی کوروشی کبیر نگاه کنید که در بالشتاشون هست یا؟ بله از این طرها زیاد استفاده میشه. طرح تخت جمشید و پاسارگاد و فربهر و در بالشتایی که در پشتشون میمونن اینا بشین دورش مردم اوریایی. بله شما استراحت رو بشین. قلب مایی زنده و سربلند باش برادرم. زنده باش.